سلام و وقت تمام شما دوستا و بیننده ها بخیر. امیدوار هستم که صحتمند باشین. در این ویدیو در این برنامه قرار است ما قسمت های بسیار مهم و صحنه هایی که باید برش توجه شود از گزارش هایی که از مرز اسلام قلعه و از ولایت نیمروز هم شاید باشه، اما صحنه هایی که واقعا باید ببینیم و باید برش توجه شود را براتون جمع آوری کردیم. و یک گزارش دیگه از خود کشور ایران است که یکی از گزارشگرایشان هستند از اخراج افغانا گزارش تهیه کرده بودن و یک چیزی را که من متوجه شدم کم یک گزارش نمایشی به مقسم به نظر رسید. من براتون ویدیو را نشان میدم، خود شما ببینین که افغانا را میگن که وقتی که ما اینا را اخراج میکنیم بسیار با حرمت و با احترام اینا را اخراج میکنیم، آب و نان و غذا برشان میتیم. آب و نان و غذا را میبینیم که چه قسم است و هموطنای ما که میاین اینا باز چی میگن ای را میبینیم. تمام ویدیو را براتون نشان میدم، فقط شما بیننده باشین. ساعت 5 صبح ها ما در ورودی شهرستان قرچک هستیم که بچه دارن ایست انجام میدن. ببین تو بحث اتباع غیر مجاز چگونه است. این الان تاریخش 19/3 بوده، به مدت 30 روز اعتبار داشته. امروز 5 روزه که از این تاریخ گذشته، پس غیر مجاز نمیشه. خب وضعیت وقت پاسپورتشون چک کردن، ویزهشون چک کردن، 5 روز هم از تاریخ اکسپایرشن ویزهشون گذشته بود و اینا غیر مجاز هستند به بودن در کشور ایران. و اینا را در جمع گروهی که جمع کردن که گزارش ها را گفته بودن که روزانه تقریبا 40 الی 50 هزار مهاجر از کشور ایران میایه و اینا را هم در جمع اونا اضافه میکنن. بود مجاز بودش. بله، هم پاسپورت داشتن هم کارت داشتن. همراه شدیم با ماموران پلیس برای جمع‌آوری اتباع غیر مجاز. این تاریخ داره دیگه اونو 6 ماه اومده نداره. خب برو 6 ماه میشه آمده و سند هم نداره. تاریخش گذشته. ببینم چی شما داره. فعلا تاریخ داره. هر کشوری دیگه باشه باید برن دستگاه قضایی شا، یعنی زندانی داره، برن زندان، بعد اومد تازه ترده مرز بشن برن. ببینین محل کار افغانا را که در چه قسم جای اینا کار میکنن به خاطر مجبوری و سایر مشکلات دیگه که ما شما شاهدش هستیم. بردن ببینید بچه وسایل پذیرایی آماده کردن. خب عدسی هستش، نون هست، آب هست. بشقابا را متوجه شدین؟ ببینین بشقابا را. یک بوتلاو است، یک بشقابک خورد. عدسی همو فکر میکنم ما شما دال نسک برش میگیم از او است و نان هم نمیفهم نان چقدر درست معلوم نمیشه. در یکی از گزارشات شنیده بودم که گفتن نان نمیتن برای ما که ما و شما برش نان پرکی میگیم. و بسیار خورد دیگه ازشون دیدم خورترک بود. صورت شبانه روز همکاران ما نسبت به جمع‌آوری اتباع غیر مجاز اقدام کردن و تا الان بیش از 15,000 نفر جمع‌آوری شده و تحویل اردوگاه شده. اتباعی که به هر حال غیر مجاز هستن، اتباعی که ویزا دارن، اتباعی که به هر حال کارت آمایش دارن، خب اونها به هر حال براشون مدت زمان مشخص شده، کاری با اونها نداریم. برید به سلامت یا علی مدد. داوود این گزارشی بود که از اون طرف گرفته بودن و گفتن که قسم پذیرایی میکنیم اینا را روان میکنیم به طرف کشورشان. حال کسایی که آمدن
اینا رو ببینیم. قبل از او یک گزارش دیگه است که یکی از خانمای ایرانی که نمیفهمم اینا چی کار هستن در یکی از مصاحبه‌شان میگن که بشنوین خودتان. امروز من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودن، حالا متاسفانه غیرقانونی بودن و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستند و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعات آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن و دارن کمک میکنن، انشاءالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشاءالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع بکنن. خب گزارش از داخل کشور ایران هم دیدیم و اینا هم که گفتن چگونه میخوایم اینا رو اخراج کنیم با حرمت و با کمال احترام و اینال حرفای هموطنای خودمون رو میشنویم که این طرف میاین و چی میگن. وقتی به هر ظلم و مشکلات پلیس میگیره میزنه، 20 رقمت 20 جای پیسه میگیره، نداشته باشی هم به زور ازت میگیره. این مشکلات را کل تمام وطنای ما میفهمن. میریم پسینی بایی که ما سه نمیاییم، نام و محبت میاییم دیگه، در کشور ما هر کار میکنیم، با دروغ و فساد کلشان هر کار میکنه. افغانی سگ بیادمی ما ببخشی حرف میزنم تا ارزش داره و ما و شما نداریم ارزش. همچنان اکثر ماجرایی که آمدن این موضوع رو هم گفتن که معاششان براشون پرداخت نمیشد و اکثر مامورایشان که اینا را دستگیر میکردن اونا هم از پیششان پول میخواستن. حداقل دولت ایران این اقدام میتونست بکنه که به تمام افغانایی که قرار است برن اگر معاش و مزد کارشون برشون پرداخت نشده باید پرداخت شود، اما این کارم نکردن. که اگر پلیس میدیدیم فرار میکردیم. همچنین هموطنان ما به حالت با مشکلات مواجه بودن، هم به حساب نانوایی، هم هر لحاظ، هم به حساب مغازه که همین خورد کلان رو روی بد میکردن که همشاری افغانی. ببینین این تفلکه که چی میگه. ایرانیا برامون چی میکرد و دعوا میکرد، میزد ما رو، خیلی بد بود. بزرگایشان در مورد افغانا حتما چیزایی که میگفتن، حتی کودکایشان هم یاد گرفته بودن که در امو مدرسه یا مکتبی که ما شما میگیم برش امرای افغانا درست برخورد نمیکردن و چیزی بود که کودکایشان مقصر نبودن، اما چیز از بزرگای خود یاد میگرفتن. از یکی 26 میلیون مون که اصلا گوشی جواب نداد، از یک سریا دیگه مون گفتن میدیم دیگه، موقعی که ما فهمیدن که برگ خروجی گرفتیم که اصلا دیگه هیچ کس جوابگو نشد برای ما. معاشت هم ندادن اصلا معاش و حقوق چند وقت آخری که فهمید ما خروجی گرفتیم نداد برای ما. نه یعنی خانه داشتن اون نیست، همه جا ظلم میکنن، همه جا. یعنی تنها کارگر نیست یا صاحب کار باشه که صاحب کار پولو نده یا صاحب خونه نده. نگاه ما از اونا گله نمی کنیم، ما از مسئولین خودمون توقع داریم که از اینا بازجویی کنن، بازخواست کنن. مهاجر حق داره آقا ما رو میخواد ردمرز کنه، هر کاری میکنه ما هم مشکل نداره، ولی که ظلم میکنه، پول اضافه میگیره، بی‌احترامی به ما میشه. همین دیشب ما تو همین شهرداری داداش 2000 نفر موندیم که هیچ ماشین نبود، ما از جیب شخصیمون پول شهرداری داده بودیم که ما رو بار زنه، ولی بار نزد. صد چند بود نمیدونم دوستا کیا بودن، 2000 نفر مون که ما پول شخصی خودمون دادیم به اتوبوسا ما رو دوباره آورد بدون از اون پولی که ما به شهرداری واریز کرد. ایران همین سرمز نقطه اینجا رو میگه، اینجا رو همین دیشب. آره یعنی از وطن خود ما رو میگیری؟ از نه از اون نفر 1 میلیون پول 2 کیلومتر هم نمیشد، 8 میلیون تومان ما دادن که فقط اون 2 کیلومتر ما رو ادعا دوباره اضافه پول داده. خب یعنی امی که میگن ناخون اوگار گیر میگن. آره همونه راست. یک چیز از دیگه ما میگم توقع از اونا نداریم، باز من میگم که مسئولین انشالله صدای مهاجرین بشنون. ما از مسئولین خودمون که بعد از اینا بازخواست کنه که به چی دلیل این کارا رو اینا به سر ما انجام میدن. مهاجرین کافر که نیستیم، میتونه آقا ما رو احترامانه ردمرز کنن، نه که فوش بدن، ظلم کنن،
اصلا کسی جوابگو نیست. حالا می ایرانی ها را خب مسئولین خود ما را گفتیم انشالله توجه کنن، ما به می خاطر آمدیم، ما به می خاطر آمدیم. اما یک گپ است که همی وقتی که میگه که ما را مثلا پیسه ما را گرفتن، گنجه کردن، گپ زدن، گپ زشت گفتن، ما را بسیار زیاد توقع نداریم. حالا ما شما هم به عنوان همسایه، هم به عنوان همزبان، هم به عنوان یک مسلمان، بعد گفتم ما بیشتر توقع از مسئولین خودمون داریم که باید برم اونجا بررسی کنم. ولی یک چیز دیگه، ما افغانا هم ایرانی ها را خود دوست داریم، یک در جای خوب و خراب است، هم یک تعداد ناخوبشه ما میگم. بله. اما چون همین موقعیت ما شما میره استفاده میکنن، واقعا دارن استفاده میکنن. دلیلش هم استفاده است، واقعا دارن استفاده میکنن. حالا دیگه نگو مهاجر هستم، بگو افغان هستم که اومد گفت هیچ مشکلی یا نه ندارم، نه برگاه اینا مشکل داره، نه خود اینا مشکل داره، اینا راه کو بره. بعد گفت نه گوشیات اینا من باید چک کنم. ما رو برد به بوجنود، برد مثلا به اردوگاه گوشیای ما رو گیریم. گفتیم گوشیای ما هیچ مشکلی نداره، ما نه با گوشی شما چک کنیم. گوشی ما رو گیری، بعد تو گفت این برگر به من داده، نگاه کنیم. برگر به من داده که تو برو اونجا پاسپورت بگی، بعد از 2 ماه مثلا بیا من چی رقمی به اون ثابت کنه که گوشی من اونجا میمونه. آقا چند نفر بودین؟ ما تقریبا 21 نفر بودیم. 21 نفر ما 12 نفر ما پیاده کرد. تقریبا 15 تا گوشی از ما گیری. خب 15 دانه گوشی و تلفن گرفت. تلفن گرفت. در بدل اون این با ما داد. اداره مهاجرت و گذرنامه خراسان شمالی، رسید تلفن همراه، تاریخ 11/4/1404، تعداد یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ از جمشید جان. هیچ دیگه، فقط ایره بگی باز اخراجت کنه، تلفن تام بگیره، هیچ دیگه حساب. دیگه تمام شد دیگه. ما پاسپورت بگی بیا که تلفن تا بده. آره پاسپورت بگی بعد تلفن. این هم قصه نخوت و سیاز دیگه. بله کاملا درست. خدا هدایتشان بکنه. دیگه چی بگم به خدا، همشون سوء استفاده میکنن. چی صاحبخونه، چی نیروی مثلا دولتیشه، چی همش. بسیار تشکر، خوش آمدید به وطن. بسیار تشکر، بخیر باشید. کار خدمت است. خوشحال شد. با عزت باشید. قسمت‌های مختلف از گزارش‌ها را من میگیرم، شما ببینین این هموطن ما را که میگن زمانی که من رفتم ریش و مویای من سیاه بود و حال که آمدیم سفید شده. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ خسته نباشید. نامتون صاحب؟ غلام ربانی جان. چند سال بعد از ایران آمدید؟ 11 سال. 11 سال. در کدام ولایت ایران؟ تهران. بله. همین خوبترین ولایتش برای مهاجرین ما کدام ولایت هست؟ والله خوبترین که هیچ جا نداره، هر جا باشه فعلا به همه جا مهاجرین اذیت. ما گفتم خوبترین ولایت هست، میگفتم یعنی بود، حالا که نیست دیگه. حالا نیست. خب 11 سال. بله. چند ساله بودین که رفته بودین؟ ما دیگه 30 خورده بودیم دیگه، 33 سال 34 سال الان 45 سالم. اگه یک ذره سیاهی ریش موی زیاد بود؟ کلا سیاه بود، الان سفید شد. حالا سفید شد. در دیار غربت. بله. مهاجرت برای بسیاری ها شاید امو یک چند حرفه که یک جای شده به نام مهاجرت است. بله. ولی برای خودت که 11 سال در ایران تیر کردی، در باقی عمرت کدام وقت دیگه میگی که مهاجر شدم؟ نه عمران دیگه یادشون نمیکنه. بس است. اینقدر خسته شدیم مثلا صاحبخونه پول نمیده، ساعت 2-3 شب میاد مهاجرین بیرون میکنه، نه پولشو میده نه وسیله‌شو میذاره بیرون کنه. خود پولام از زندگی خود در ایران تولد شدی؟ متولد ایرانم برار، مدرک دارم، شواهد دارم، همه چی. متولد ایرانم، به خود قرآن خونه ما بمونده، پول بله صاحبکار 58 میلیون تومان طلبکارم که مورز گفت نمیدم، دست تو آزاد گفت هر کار میکنی بکن، دست ما به هیچ جا با والله بند نیم. اگه صدام هم میرسه بلیاز خدا بلیاز قرآن کل همشریام و به اون برتباه فامیلا خود ما اون جگاه می الان برگه خروجی داره نه آماده خود خورخواهیم کرده بخاطر چه؟ بخاطر که پولا خونه خور بستانه، پولای مردم مایه بستانه نمیذارنش که ما خود می یکیش متولد ایران ما برادر ما بدبخت بیچاره الان زندگی نامه و دستخالی آماده میبر. کسی که در ایران تولد میشه بر از باز کدام سهولت دیگه هست یا نیست؟ نه هیچ فرق. دوستا اگر کدام قسمت دیگه بود ما تمامش هم میمانم و همی ختم برنامه
و ویدیوهای بعدی ما را بیننده باشین و ناگفته نمانه اولین ویدیوی ما در یوتیوب است. حتما سابسکرایب کنین و برنامه مختلف دارم. ایره به عنوان اولین ویدیو خواستم که ثبت کنم و اپلود کنم و سابسکرایب یادتان نره، ما را حمایت کنین حتما. تشکر. ببینین این دختره که اینجا جایی هست که نان میگیرن. سلام. خوب هستی؟ بله. نامک چیز؟ یاسمن. چی؟ یاسمن. یاسمن. نان گرفتی؟ بله. خب حالی رو با چند نفر گرفتی؟ 3 نفر. با 3 نفر؟ بله. خب چی از آل دوای نزی؟ گوشت با برنج. گوشت با برنج. آفرین، چقدر شیرین زبان هستی. خب حالی با 3 نفر بس میکنه؟ بله دیگه، چون 3 نفریم بخورم. خب حالی یک چیز دیگه، از صبح تا بال چیز خورده بودی؟ بله. چی خورده بودی؟ آب خوردم دیگه، صبحانه خوردم. آفرین. هم. نام خدا. گوشنام شدی زود برو که دیگه هم گوشنه نشی سایز. حالی یک چیز دیگه در ایران مکتب میرفتی؟ بله. صنف چند؟ 4. حالی یک چیز دیگه رو بگو. خفه هستی که در وطن آمدی یا خوش؟ بله. گفتم خفه هستی که در وطن هستی یا خوش هستی؟ خیلی خوشم. خوش هستی؟ چون وطن خودم دیگه. بله. آفرین. برای خوانندگان کدام گفت نداری بگی؟ میخوام بگم که هیچ وقت از شهر خودتون فرار نکنید. درسته بده، ولی شهر خودته، مثل خونه خودته. برو. و ای بود صحنه‌ای که ما جمع‌آوری کرده بودم و توجه ما را جلب کرده بود. خواستم که تمام این صحنه‌های مهم به شما دوباره نشان بدم، چرا که گزارشات بسیار طولانی می باشه، همگی اونا رو دیدن نمیتونن. دیگه با امی ویدیو فعلا خداحافظی میکنیم. دیگه منتظر سابسکرایب، حمایت ها و لایک ها و غیره هستم. دیگه شب و روزتان خوش باشه. انشالله برنامه بعدی منتظر برنامه بعدی ما باشین. تشکر.